در شهر سیمفروپول، مرکز مأموری منطقه کریم اوکراین، سلاح بدستان بدون رمز دولتی پاسگاه‌ها تشکیل نموده ماشین‌ها را تفتیش می‌کنند. وسایط نقلیات این نظامیان نیز رقم دولتی ندارد، ولی به احتمال زیاد آنها به روسیه مربوط می‌باشند. وزیر کارهای خارجی روسیه سرگئی لاوروف میگوید سربازان روسیه با هدف حمایت از روس‌های مقیم کریم وارد این منطقه شدند. اوکراین روسیه را با تجاوز به خاکش متهم نموده است. کشورهای غربی از کرمل طلب کردند که نیروهایش را از قلمرو اوکراین بیرون کشند. در شهر الماتا گردهمایی اعتراضی در روبروی کنسولخانه روسیه برپا شد. جمع آمدگان دخالت نظامی روسیه به کریم را محکوم کردند. همین گونه اعتراض در شهر آستانه در نزد سفارت روسیه در قزاقستان نیز دایر شد. فعالان قزاق طلب کردند که روسیه نیروهایش را از کریم اخراج نموده پایگاه‌های نظامیش در شمال قزاقستان را ببندد. در نیویورک هم راهپیمایی اعتراضی در نزد کنسولخانه روسیه به انجام رسید. حاضرین تقاضا کردند که روسیه سربازانش را از خاک اوکراین بیرون برد. در شهر اسلام آباد پاکستان پلیس مکان حمله گروه سلاح بدست را تحت تصرف درآورد. در نتیجه حمله به بینای یکی از دادگاه‌های پایتخت پاکستان کمش 11 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 20 کس دیگر زخم برداشتند. در پایتخت آذربایجان شهر باکو در داخل یک سرتراشخانه ترکیشی به عمل آمد که از آن کسی جراحت نبرداشته است. ولی در پی انفجار وزارت وضعیت‌های فوق‌العاده از حزب جبهه مردمی آذربایجان که در همان بنا قرارگاه دارد خواهش کرده است بنا را ترک کند. بعضی فعالان جبهه مردمی خوف دارند که این حادثه امکان دارد با معرکه تعقیب گروه سیاسی آنها از جانب مقامات ارتباط داشته باشد. در گرجستان تخمیناً 200 فعال سیاسی راهپیمایی 75 کیلومتر از پایتخت گرجستان به دهه اتاتسی واقع در مرز با اسیتیای جنوبی را شروع نمودند. آنها نقشه دارند به اعتراض ساکنان محلی همراه شوند. در کنار اتاتسی نیروهای روسیه و اسیتیای جنوبی سعی دارند سیمخوار کشند. روسیه و جدایخواهان اسیتیای جنوبی آنجا را مرز دولتی مینامند، ولی گرجستان و جامعه جهانی اسیتیای جنوبی را یکی از ولایت‌های گرجستان ارزیابی می‌کنند.